آلیانز آرنا، جایی که برای یکی از پیچیده ترین و تاکتیکی ترین نبردهای لیگ قهرمانان اروپا آماده است. بایر مونیخ با یک برتری 2-1 در دور رفت یک هشتم نهایی در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو وارد میدان می شود. اما مقابلش تیمی استاده که بهتر است هر کسی هنر بازگشت را بلد است. در بازی رفت بایر مونیخ با یک نمایش مقتدرانه با نتیجه 2-1 با گل‌های لوئیس دیاز و هری کین ریال مادرید را مغلوب کرد و اکنون با این برتری پا به قدم می شود در بازی برگشت. تیم وینسون کمپانی برخلاف بایرن های سنتی فقط به حمله فکر نمی کند. این تیم اول فضا را کنترل می کند، بعد ضربه می زند. در فاز مالکیت آرایشی 4-2-3-1 به سرعت به 2-3-5 تبدیل می شود. فولبک ها بالا می آیند، هافبک ها عقب می مانند و 5 بازیکن در خط آخر دفاع حریف را تحت فشار قرار می دهد. نقش کلیدی در این بین با جمال موسیالا است. بازیکنی که بین خطوط حرکت می کند، فضا پیدا می کند و با یک چرخش ساده ساختار دفاعی حریف را به هم می ریزد. در کناره ها سرعت سلاح اصلی است. لوئیس دیاز با استارت های انفجاری مدافعان را عقب می برد و فضا برای دیگران ایجاد می کند. و در نوک هری کین فقط یک مهاجم نیست، یک طراح حمله است. او عقب می آید، توپ را می گیرد، بازی را پخش می کند و در لحظه مناسب در محوطه حاضر می شوند. بایر مونیخ ها احتمالاً با پرس شدید بعد از دست دادن توپ، استفاده از عرض برای کشیدن دفاع ریال، ارسال‌های هدفمند برای کین، شوت‌های ناگهانی از پشت محوطه جریمه، احتمالاً بازی را اینگونه پیش خواهد برد. اما در آن طرف ریال مادرید، این تیم از منطقی ترین تیم‌های حال حاضر اروپا است. آنها می تواند در طول بازی چندین بار سیستم خود را تغییر دهند، از 4-3-3 به 3-4-2-1 بدون اینکه تعادل تیم از بین بروند. در فاز دفاعی ریال عقب می نشیند، اما نه برای دفاع بلکه برای دعوت بایرن به پیش. در اینجا نقش اصلی با وینیسیوس جونیور است، بازیکنی که در فضا باز تقریبا غیر قابل مهار است و پشت سر او جود بلینگام، یک هافبک کامل که زمانبندی ورودش به محوطه مرگبار است. او نه فقط بازی ساز است، نه فقط گلزن، بلکه عنصر غافلگیری است. ریال مادرید احتمالاً با شکستن پرس با پاس‌های کوتاه و سریع، جذب فشار بایرن برای باز شدن فضا، ضد حمله های مستقیم و سریع، استفاده از نفوذ هافبک ها از عمق عمل خواهد کرد. در نهایت اگر بایر مونیخ پرس را هماهنگ، فشرده و هوشمند نگه دارد، ریال مادرید فلج می شود و کار برای ریال مادرید سخت میشه. اما اگر ریال مادرید فقط چند بار این پرس را بشکند، در آن صورت فضا برای مهاجمان باز می شود و در ضد حملات برای بایر مونیخ خطرساز می شود. پس باید منتظر ماند تا فردا شب و دید کدام تیم به دور بعدی لیگ قهرمانان صعود خواهد کرد و تاکتیکی کدام مربی بهتر خواهد بود.